بچه انگار یه سریاتون واقعا متوجه نیستین که لات بودن و دلدار بودن به شمشیر و شلوار شیشتیب و ریش و پشم و این چیزا نیست. به دل آدم. وقتی یه دختر میگه چی، به این معنی نیست که نشنیده. بهت یه فرصت کوتاه داده اون چرت و پرتایی که گفتی رو جمع کنی و اصلاحشون کنی. اوکی؟ بچه یکی رو پیدا کردم عین این رمالای قدیمی، یعنی این همه لک میفته رو صورت من و من کسالت دارم، به میگه مال کبد چربته. بعد از کجا میدونه من کمر درد دارم و کسالت دارم؟ ببین عزیزم، تو دیگه واسه ما ادای دخترای خوبو در نیار. تو روزی که بمیری من خودم رو قبرت می‌نویسم اولین بارش بود که تنها خوابیدم. شاید خیلیا بشناسنمون ولی کسی داشتنمون رو تجربه نکرده. این مهمه که دم دستی نداشت. شهر شده پر علاشی باشون منم معاملم پاشی ابدا نخوا شبیه من باشی مصراتو برو اینقدر نگو فردا چی شهر دیگه پر علاشی باشون منم معاملم پاشی. آخه بچه تو منو از دعوا میترسونی؟ نمیدونی من خودم مثل سگ از دعوا میترسم. فقط یه ایرانی میتونه به مهمونشون بگه به به چه بچه فعال بازیگوشی دارید ماشاءالله. یعنی بلند شو این طول سگ خرتو بگیر رید تو خونه، بگیر دیگه این گرازو. بچه تو محله ما نه یه سوپرمارکت بازه نه یه چراغ روشنه، یعنی بلا استثنا همه تو برنامه زن. دمتون گرم بابا، یکم لاکچری باشید، هر روزتون رو پنجشنبه کنید، نه یه دفعه شهر خالی، خانه خالی، کوچه خالی، هیچکی نیست. یعنی همه خونه ها رقص نوراشون اینجوری قشنگ معلومه برنامه‌زه. اینکه هر روز با یه نفر تو رابطه این و هی از این رابطه تو اون رابطه میرین و فکر میکنید به خاطر زیباییتونه که این همه کیس واسهتون هست، اشتباه میکنید. خر بی صاحبو همه سوار میشه. بای. از قدیم میگفتن چهره پرست چه داند ارزش دل پاک را. منو میگه اصلا از ارزش دل پاکش بوی نبردم، میرم دنبال چهره و بعد میرینم. آره دیگه دقیقا همونیم که قسمت نمیشه انگار دست او را بگیری. شاید خیلیا بشناسنمون ولی کسی داشتنمون رو تجربه نکرده. این مهمه که دم دستی نداشت. شهر شده پر علاشی باشون منم معاملم پاشی ابدا نخوا شبیه من باشی مصراتو برو اینقدر نگو فردا چی شهر دیگه پر علاشی باشون منم معاملم پاشی. آخه بچه تو منو از دعوا میترسونی؟ نمیدونی من خودم مثل سگ از دعوا میترسم. فقط یه ایرانی میتونه به مهمونشون بگه به به چه بچه فعال بازیگوشی دارید ماشاءالله. یعنی بلند شو این طول سگ خرتو بگیر رید تو خونه، بگیر دیگه این گرازو. بچه تو محله ما نه یه سوپرمارکت بازه نه یه چراغ روشنه، یعنی بلا استثنا همه تو برنامه زن. دمتون گرم بابا، یکم لاکچری باشید، هر روزتون رو پنجشنبه کنید، نه یه دفعه شهر خالی، خانه خالی، کوچه خالی، هیچکی نیست. یعنی همه خونه ها رقص نوراشون اینجوری قشنگ معلومه برنامه‌زه. اینکه هر روز با یه نفر تو رابطه این و هی از این رابطه تو اون رابطه میرین و فکر میکنید به خاطر زیباییتونه که این همه کیس واسهتون هست، اشتباه میکنید. خر بی صاحبو همه سوار میشه. بای. از قدیم میگفتن چهره پرست چه داند ارزش دل پاک را. منو میگه اصلا از ارزش دل پاکش بوی نبردم، میرم دنبال چهره و بعد میرینم. آره دیگه دقیقا همونیم که قسمت نمیشه انگار دست او را بگیری.